سلام بچه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یکی از دوستام آقا محمد صادق گل. قیافش خورد چرته، ولی خب قراره با هم دیگه یه چالش بریم. اونم اینه که آقای هاشمی قراره خرج کنه برام. ماجیک میبره تا مغازه برام چالشش واسه منه. چی میستونه و اینکه قراره بریم موجودی بگیریم من کارتش هر چقدر که موجودی داشت 40% رو خرید کنیم. قبول کردی که لک نشون بده. بگو قبول کردی. آقا قبول کرده آقای هاشمی هم، و اینکه قراره 40% موجودی کارتشو. امیدوارم پول کارت باشه. بریم دیگه داخل مغازه براتون ادامه ویدیو رو میگیرم. خب بچه بریم ببینیم اجازه فیلم برداری رو میدن داخل مغازه یا نه. همه داریم پیاده روی میکنیم. اگه اجازه فیلم برداری بهمون دادن که دیگه براتون ویدیو میگیریم. بالانس اینم از شانس ماست توی قامبولانس که قال دیگه ای داد. خب حاجی اجازه فیلم برداری با قایمکی فیلم میگیریم. برش خب حاجی برو ویدیو برو موجوده بگیر، رسیدش هم برام بیار. برو بچه تا موجودی بگیر رسیدش بیاره. اجازه فیلم برداری ندارم ولی ما فیلم برداری میکنیم. نترسیم. خب بچه ما الان موجودی گرفتیم 400 تومن داخل کارت آقای محمد صادقه و 160 تومن میشه 40%. 160 تومن خرید. Let's go. خب تا حالا چیزی که خرید کردیم یه ساندویچ بوده با یه دونه چیپس سرکه‌ای. بریم یه چیلگن برداریم. عزیز خریدار کردیم. یه ساندویچ، 2 تا نوشیدنی ایستک و اینجور چیزا، یه دونه چیپس سرکه‌ای، یه دونه دنت. بابا همه اینا دست آقای هاشمی درد نکنه، ان شاءالله براش جبران میکنیم. عمرن اگه براش جبران کنم. آقای هاشمی ممنون بابت اصفهانی ورشکستگی کامله. این اولی بار بودم یه دونه اصفهانی اینقدر خوب خرج کرد. یعنی هر چی دوست اصفهانی داشتم و همه یوپس. اگه 1000 تومن اگه از خرس مو بکنی، به قول خود از خرس مو بکنی اصفهانی پول میکنی. آره دیگه آقا بریم بشینیم ایتینگ کنیم، بعدش دیگه بریم خونه. یا علی شب بخیر. آقا خدا ببین درون شبا رو با چی با کردیم؟ با سر لوله درون. وای خدا اصلا این بچه‌ها ده 80 همه پر از فکرن. آقا برنامه براهه حالا صدا آقا 40% یکم بیشتر 177 تومن خرید کردیم و اینکه کلا اینا شد پلاستیکی. خیلی خوب آقا بریم بخوریم. چی میگن؟ دلتون نخواد یا علی. آقا داریم ساندویچ ها رو فعلا میزنیم که همگی خالی. چیپس و نوشابه کاکتوس و دلستر کاکتوس و ایستک و دنت هم که شهیدش کردیم. آقای هاشمی راضی نمیگه، بعد میدم گرمش میکرد. خب اسمش ساندویچ سرده، چرا باید گرمش کنیم؟ ولی خوشمزه است. چاپاتای مرغ، ژامبون مرغ 90% خیلی خوشمزه است. و اینکه آقای هاشمی هم یه گوشی داره، خواستم به بچه‌ها نشون بدم. هاشمی گوشیت کو؟ بابا بچه داره زنگ می‌خوره. اندروید Çoxların hekayətdir. Heydər baba dünyaya اندرویدش 2. خب بچه‌ها ما قشنگ چیپس‌ها رو چیدیم وسط. عشق خوشمزه. آقای هاشمی هم در حال پیچوندن خانواده که 10 دقیقه دیرتر بره خونه اینجا پیش من چی بخوره. غذامون تموم شد، داریم الان آشغالامون رو جمع می‌کنیم. همیشه حافظ محیط زیست باشیم. دیگه اینم سیب زمینیه دیگه، برمیگرده به طبیعت. آره بده مهمه. یه از این نوشیدنیمون هم برداریم دیگه. ما از جناب آقای حاجی هاشمی فامیلتو گفتم آخرش، ما از آقای محمد صادق خداحافظی میکنیم. یا علی مش بزن دیگه. به عشق همتونم نوشیدنی. اگه خواستی پسوند فامیلی من بذار. مهم نی. بچه‌ها تا ویدیوی بعدی شب بخیر.